سامان علموف اگر اشتباه نکنم 11 یا 12 مرتبه تا مرحله نهایی چمپیونات های مملکت هم در گوشین ملی هم در جودو میان نورسان و جوانان درس هم با همراه یافته است و از این نتیجه 6 بار چمپیون کشور شده است. سفیدپوشی که حالا در میدان است. امتیاز نیست، به سر رفتیدن اندکی خطر هم دارد. علیشیر منوچهر، سامان علموفا از شهر وحدت هم سلاله خیلی مکمل. امتیازی بدن به سامان علموف داده شد. بسیاری ها پیشگویی کردند که این رقابت در دقیقه اول انجام می‌یابد. سامان علموف هم بدن دارد و هم آگاهی.
یک پهلوی دیگر هم در جریان نیروسنجی ضم کرد و در این دیدار ظفر یافت.